بیننده عزیز و گرامی از آلمان نوشتن که در آلمان زندگی میکنن، برای خرید فروشگاه و خلاصه مایحتاج روزمره خودشون احتیاج به کارت بانکی دارن که بهش میگن کردیت کارت. حالا این کارت قرضه میده و حق انتخاب سود گرفتن نگرفتن رو هم دارند. آیا این کارت رو بگیرن، گزینه سودش رو انتخاب نمی کنن، آیا گناهکار می شون؟ چرا که فقط از پول خودت در کارت استفاده می کنی و قرض از بانک نمی شود. ببینید، کردیت کارت، ویزا کارت، ماستر کارت و کردیت کارت های دیگری که وجود دارد، همه اینها دو نوع است. یکی این است که بانک به شما کردیت کارت میده، قرض بهتون میده، مثلا 1000 یورو به شما قرض میده و این قرض رو شما مجبور هستید در مدت 1 ماه بپردازید با 2.5%، 3%، 1%، 5% بر حسب بانک سود. این حرام است، رباست، جایز نیست، کلا قطعا ممنوع است. یکی این است که بانک به شما میگه که من به شما کردیت کارت میدم، چون کردیت کارت رو شما میتونید از طریق اینترنت، در طریق فروشگاه ها، خرید اینترنتی، فروشگاه آنلاین یا فروشگاهی که مثلا میرید مارکت هایی که هست استفاده بکنید. اکثر کشورها کردیت کارت قبول میکنن. پول نقد قبول میشه، اما خب به خاطر مسائل امنیتی اینا نقل پول نقد مشکل است. از طریق آنلاین که اصلا نمیتونید با پول نقد بخرید، الا کسانی که مثلا بگن در خونه تحویل میدیم اون جنسی رو که شما خریدید. این نادرن، بعضی شرکت ها وجود دارد. عموما با کردیت کارت است، چه ویزا کارت باشه، ماستر کارت باشه و غیره باشه. حالا بانک میاد به شما میگه که شما 1000 یورو به حساب کردیت کارتتون پرداخت بکنید. بانک این رو به حساب کردیت کارت شما بلوکه میکنه. بعد شما از همین 1000 یورویی که در اصل مال خودتون هست، در حساب جاری شما هست، منتقل کردید از داخل حساب جاری به حساب کردیتتون. در اونجا کردیت کارتتون منتقل کردید و از این 1000 یورو شما برای خرید و فروش روزمره زندگیتون استفاده میکنید. این هیچ مشکلی نداره، چون نه سود میدید نه سود میگیرید. اما اگر همین قرض را از بانک گرفتید و سود دادید، در اون صورت این ربا هست. اما بعضی بانک‌هایی هستن که به شما قرض میدن. بعضی بانک‌های شما مثلا مشتری قدیمی هستید یا بعضی بانک‌های اسلامی هستن، به شما قرض میدن به کردیت کارتتون. مثلا با کردیت کارتتون حق دارید که مثلا تا 2000-3000 دلار خرج بکنید. این رو بانک به شما قرض میده، مدت داره 1 ماه. در 1 ماه باید شما این پول رو برگردانید. تا اینجاش مشکلی نداره. اما بعضی از بانک ها اگر تا 1 ماه این رو بر نگرداندید، روش چارج میکنن. یعنی چی؟ 2%، 3% روی این پولی که به اصطلاح به شما قرض دادن چارج میکنن و پس که میگیرن به جای 100 دلار مثلا از شما 102.5 دلار میگیرن. این سود است، جایز نیست، حرام است. این کار رو هم نباید انجام داد.